سلام دوستان، امروز با هم دیگه میخوایم بریم سمساری هلندی. خلاصه زنبیلا رو آماده کنید. امروز میخوام ببرمتون توی یه سمساری که تو هلند خیلی معروفه، یا اینجا بهش میگن سکند هند. کلا لوازم دست دو مردمی که دیگه استفاده نمیکنن میارن اینجا، برای خیلی هاشون مجانی این وسایل رو فقط میدن به این فروشگاه. این فروشگاه هم میفروشه، یا بعضی موقع هستش که این فروشگاه میتونه یه سری از وسایل دست دوم بخریم. با هم دیگه بریم تو مغازه ببینیم چه خبره. زنبیل برداره بریم. دست دوم هستش، استفاده شده. قیمتی که الان روش هستش 450 یوروه قیمتش. خلاصه خیلی لباسشویی خوبیه، خیلی هم خفنه. بریم با هم دیگه جلوتر ببینیم چه خبره. اینجا همونجا که خودتون دارید میبینید، این مبلمانی که اینجا هست میبینید، اینا همه دست دوم آورده شده و با قیمت‌های خیلی جذاب و معقول به صفحه به فروش میره. بریم جلوتر ببینیم با هم دیگه چه چیزای دیگه هم اینجا هست. اینا هم برای کلا ظروفات برای خوردن کوفت و زهرمار و کلا چیزای الکلی 5 یورو. بریم جلوتر ببینیم چه خبره. چرخ خیاطی مامان بزرگمو پیدا کردم. این یه چرخ خیاطی که خودتون می‌بینید که قدمتش واقعا زیاده. مایولیتسو. این یه چرخ خیاطی که خودتون می‌بینید مایولیتسو. این یه چرخ خیاطی که خودتون می‌بینید کلا قیمتش این قدمتش زیاده. چندین سال کلا کار کرده، ولی کلا به عنوان یه چرخ خیاطی اینجا به فروش گذاشته شده. قیمتش هم 40 یوروه. چه باحالیه. کمد. این کمد یه کمدی هستش که فکر کنم 5 سالی هست شاید کار کرده، ولی به خاطر اینکه صاحب قبلیش واقعا خیلی ازش خوب استفاده کرده قیمتش زیاد بالا نیستش. 99 یورو و 50 سنت. بفرما. درشو بستن فکر کنم. بله، لباس میتونید توش بذارید. بله، اینجا رو میبینید خودتون لباسه. 100 یورو میفروشه. قیمتش بد نیستش از نظر من. به آقا، دیگه چی میخوای آقا؟ چی میخوای؟ دست دوم قیمتش ولی چنده؟ 29.5. این خودش الان شما میتونید نو بخرید. الان شما همینو بخواد نو بخرید، بخرید 100 یورو باید بدید. ولی اینجا الان قیمت 29 یورو برای فروش گذاشتم. خیلی هم قیمت عالیه. از نظر من خیلی عالیه. این یه مبلیه که تخت میشه اینجا. یعنی شما میتونید از این به عنوان نشستن استفاده کنید، هم به عنوان خوابیدن. باز میشه، تخت میشه. قیمتش هم 50 یورو. واقعا عدد زیادی نیست. یه خیلی جالبی که من بهتون بگم، این مبل شما الان بخواید اینجا بخرید باید 50 یورو پولشو بدید. بعد هزینه ترانسفرش، تحویل بیارن بدن در خونتون، هم حدود 50 یورو میشه. اینجا کلا چیزی که خیلی بیشتر گرونه میشه گفت خدماته، نه اجناس. واقعا اینجا خدمات خیلی تو هلند گرونتره، چه برسه به قیمت اجناس. یعنی خیلی چیزا رو میتونید شما دست دوم اینجا بیاد بخرید با قیمت خیلی معقول به صفحه، ولی یه شما خدماتی لازم داشته باشید مثل ترانسفر، نمیدونم تعمیرات، اینا اینجا قیمتش گرونه. بریم جلوتر. این میزی که الان من خدمتتون نشون میدم میز ناهارخوریه. این 129 یورو قیمتشه، ولی شما اگه نو اینو بخوای بخری من فکر نکنم زیر 300 یورو بتونید پیدا کنید. و همینطور اینم قاب تختی هخامنشیاست. نه شوخی کردم. این 16 یورو، یک آثار هنری هلندی چوبی. و کلا قیمتا به این صورتی که بعد مثلا این مبلم، بله اینم تخت میشه. این مبل 89 یورو قیمتشه، ولی اگه بخواد شما نوشو بخرید زیر 200 یورو نباید باشه. خلاصه دوستان، امروز اومدیم اینجا واسهتون نشون بدیم که کلا سمساریات تو هلند به چه شکلیه. تو ایران اندی سمساریه میشه گفتش که یه عرصه‌ایه که در حال مردنه. مثلا مردم ایران مثلا جنس دست دوم خیلی هاشون مثلا میگن وای نمیدونم کثیفه، خرابه، فلانه. توی هلند مردم
مردم بیشتر دنبال اینن که کجا ببینن سمساری هستش. یعنی این تفاوت فرهنگی رو می‌خواستم امروز بهتون نشون بدم که واقعا این هلندی‌ها بیشتر به فکر اینن که کجا بتونن بیشتر صرفه‌جویی کنن. یعنی واقعا ملت صرفه‌جویی هستن و من از این خیلی خوشم میاد و احساس میکنم که این چیز رو از هلندی‌ها میشه خوب یاد گرفت. دوستان امیدوارم سلامت و شاداب باشید، مواظب خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه بعدی همدیگه رو میبینیم.